سلام، من پوریا یونس‌زاده هستم و اینجا چاپ ریتونه. امروز روز 1 از 30 روز تلاش من برای بازسازی و احیای ساختاری ریتونه. کسایی که میخوان بدونن این سری ویدیوها درباره چی هست، دعوت میکنم قسمت 0 رو نگاه بکنید و از موضوع مطلع بشید. دیروز میخواستم اولین قسمت از سری رو براتون بذارم. برنامه‌هایی که طی روز دارم رو براتون تعریف بکنم، کارهایی هم که انجام دادم هم بهش اضافه بکنم و براتون تعریف بکنم. اول میریم سراغ هدف روز اول. نقاط قوت و ضعف ریتون رو باید بشناسم. ریتون الان تک نفره اداره میشه. این موضوع میتونه نقطه ضعف باشه، اما تک نفره بودن باعث میشه هر سفارش رو خودم از اول تا آخر نظارت کنم. بدون واسطه، بدون افت کیفیت کارهاتون انجام میشه. این مورد هم میتونه نقطه قوت مجموعه من باشه. میخوام از شما بابت لایک و کامنت های پرمحبتتون تشکر بکنم. حمایت و فالو یادتون نره، چون خدمات ما یه روزی به کارتون میاد. هدف دوم، لیست خدمات و ظرفیت هایی که توی مجموعه ریتون میتونه انجام بشه رو براتون تهیه کردم و توی کپشن براتون گذاشتم. هدف سوم، اولین قدم از بازسازی مجموعه ریتون تمرکز کامل روی چاپه، نه پخش. 30 روز آینده هر روز یکی از بخشای مختلف از توانایی‌های ریتون رو خدمتتون اعلام میکنم و کارهایی که توی روز اول انجام شد. بسترسازی برای تحلیل شرایط، یعنی آمار درآمد، خرج‌گرد و مسائل مالی توی 5 سال گذشته استخراج شد. با یکی از متخصصای مارکتینگ و کسب و کار حدوداً 1 ساعت جلسه داشتم که نتیجهش رو توی ویدیوهای بعد خدمتتون اعلام میکنم و یه سری ویدیوهای آموزشی توی حوزه کسب و کار دیدم و توی کلاس آنلاین توسعه کسب و کار شرکت کردم. این خلاصه از کارهایی که توی روز اول انجام شده بود رو خدمتتون اعلام کردم. باز ممنون از شما بابت همراهیتون تا این لحظه.